فکر میکنم شرط آزمون با مقام معلوم است و حالا اعضای کمان را برای شما معرفی می‌سازیم و یادآور می‌شویم که با بعضی سبب‌های عذرناک و رسمی امروز با جای سید جلال آتاخان که بسیارم کارهای مهم بودن با همین خاطر در جای رئیس کمیسیون سید جلال آتاخان امروز رئیس یکمی میکند امید حسینو راهبر گروه جوانان شهر باختر و استاد عثمان بلالی شاعر صدر شعبه فیلم هنری ریاست مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ولایت ختلان رحمانزاده فضل‌الدین دیرکتور مکتب صنعت بچگانه شهر باختر علاجی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و عبدالجبار بگونورا نماینده شعبه معارف شهر باختر. امروز در این صحنه زیبا هنرنمایی دستاندرکاران مؤسسه تعلیمی رقمی 3 شهر باختر را با هم ببینیم. این دسته نامگذاری شده است جوانان. برایشان کم بگویم و بازم یادآور می‌شویم که ثبت تلویزیونی است. خواهش از همه اهل تالار که آنمون ترتیب نظام را با دست میگیریم. استقبال میگیریم دسته جوانان را. دوستان عزیز بازم خواهش اما سیشتگاه نشود خواهش خبر زیاد برای شماست خواهش فقط می نشینیم توجه میکنیم دستگیری میگیریم دسته جوانان را خواهش اگر که نمی گناه صداها شود از جانب اعضای اکما فکر میکنم که مقدر باقی خوب نمیگیرید خواهش دوستان عزتمند محفل زیبای ظریفان ادامه دارد و حالا برای شرط اولی محفل زیبای ظریفان که عنوان گرفته از سلامنامه از 5 تا 7 دقیقه روی صحنه میخوانیم دسته جوانان را استقبالشان میگیریم.
تماشابینان تماشابینان هم تایو چراغک ها فروزان دووران یک همش تایار روی هم تایار آغاز کنیم هم می شود حاضر السلام دوستو السلام شما کی؟ ما شنیدیم در مکتب سه محفلی ظرفان گذاشته صدا است ما میخواستیم اشتراک کنیم این لباس های شما نمی شود دختر جان پسر جان شما فرهنگ لباس پوشی خود را گم کرده اید مگر شما نشنیدید که پیشوای معظم ملت در پیام خود چی گفتم؟ پایتخت است هزارها نفر شهروندان خارجی سیاحان به کشور ما میآیند از دیدن ظاهری شما خلاصه میبرند نسبت به تاریخ و تمدن و فرهنگ ملت تاجیک دور نروید تقلید کاری نکنید تقلید به مادر خود کنید به مامای خودتان کنید که چگونه سر لباس داشت استاد خیر بخشش در خالقدگی خود را اصلاح میکنه. روید زود روید دوستان بخشش اکنون ما سلامنامه خود را آغاز میکنیم مرحبا بخشش باز یک بار دیگر مرحبا باز یک بار دیگر مرحبا خستگاه زیبا تصویری میکنیم ها نسلی جوان را پیشوا با پیامش شاد کرد در مرزی قلبشان گلباغ‌ها بنیاد کرد کشورم ای کشوری آوازدار شکری پیش حضرت پروردگار با دل سرشار ز عشق و آرزو داده است اندر برت
Asalom usul. باز انا این گپی دیگر انا دختری تاجیک من پسری تاجیک دختر جان پسر جان ما اکنون سلامنامه رو خواندیم اکنون رفتیم ما شما را در شرطهای دیگر میگیریم رفتیم خرسکانیست دستگیری میکنم دسته جوانان را از جانب دسته جوانان خواهش میکنیم که بخش غیر کنکورسی خیش را پیشکش با شما سازند استقبالشان بگیریم بخرم دوستای گرامی در فضای سوبیسپولی وطنی عزیز کشوری عزیزمون تاجیکستان بیشتوسا محفل ظریفان چه خوب است که خوب گواران دایی میگردد بند گفتن نماند که شما میتوانید که نوارهای که لحظه ساعت نوابرداری میشد محفل ظریفان توسط سامانه نو تاسیس لوتی تی وی میتوانید که تماشا سازید و همزمان برای غالیبان محفل زیبای ظریفان از جانب رابطه کاخ شهر باختر توپ‌های ارزشمند بالای صحنه است. هر نفری که در این محفل زیبا غالیب برای حتما توپا به آن غالیبان سپرده می شود. به حال رو با جانب اعضای حکما میاریم برای شرط اولی محفل زیبای ظریفان که عنوان گرفته بود سلامنامه با گذاری می سازند. مرحمت 4 5 بخنم باز هم به دسته جوانان یادآور از آن بشویم که بخنم اگر شرط های محفل زیبای ظریفان را بخنم خوب و گوارا اجرا سازند من همین گونه بها را سزاوار خواهند شد. این را من چون رابی با دل پر گفته میتوانم برای دسته جوانان قرصک های زیبا